داریم، چنانچه این ظرف‌ها در یک ارتفاع باشند و تغییر نکنند، مایع درون اونها در یک ارتفاع هستش. حال به هر علتی اختلاف ارتفاع بین دستگاه کنترل مرکزی ما می باشد. پس از وصل دستگاه حالا خاموش کن. نیمه اتوماتیک که کلید در حالت پایین می باشد، یکی از LED های مثلثی ها چنانچه انحراف تراکتور بیش از اندازه باشد ممکن است هیدرولیکی یا سولنوید والو موتور هیدرولیکی ما ارسال موتور هدایت کننده هدایت کند. این کاری که اینا اومدن که شیر کنترل مقدار روغن هیدرولیکی که قابل تنظیم از 0 تا 100% روغن هست. به این ترتیب که ما قادر خواهیم بود تمام روغن پمپاژی رو به سمت موتور هیدرولیکی از طریق این لوله و یا تمام روغن پمپاژ شده رو از طریق این لوله به مخزن برگشت